کسی که تواضع بکنه برای خداوند، فروتنی بکنه، خداوند اونو بلند میکنه. و این سجده قشنگترین نوع تواضعه، زیباترین و کاملترینش. چون این نوک بینید و این پیشانید، اگه کسی مشتی بخواد بزنه تو صورت تو، بلا فاصله دستت میاری جلو که تو این صورتت نخوره، تو این بینید نخوره. میگم فلانی پوز فلانی رو به خاک مالید. ولی عاشقانه انسان اینو به خاک میماله. ما باید در مقابل خدا از خود بی خود بشیم، بد به خود بیایم، محو بشیم، بد پیدا بشیم. وقتی تو میگی الله اکبر به سجده میافتید، یعنی تو محو شدید، خودتو در مقابل اون کبریا و بزرگی و عظمت ناچیز شمردید. سبحان الله. نماز جلوه 3 تواضع است. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. کسانی که اونها رو متمکن ساختیم که اسباب تکبر دارن، بلا فاصله چه؟ میان نماز رو برپا میدارن که اونی که طغیانگره بر اونها طغیان نکنه. طبیعت مال طغیانگره اگه کنترل نشه. طبیعت مقام، پست، مقام، حکومت طغیانگره اگر تواضع در کنارش نباشه. جمال طغیانگره. جمال و مقام و مال و حتی علم، شهرت، اینا طغیانگره. انسان دچار غرور میشه، خودشو فراموش میکنه، دچار غفلت میشه. بلا فاصله اینجا آمدن چه؟ این اسباب تمکن، تکبر احتمالی و طغیان احتمالی رو کنترل کردن با سجده برای خدا. در نماز 3 چه؟ تواضع وجود داره. یکی قیام با ادب ایستادن، با ادب ایستادن رو به قبله هست و دست بستن. سبحان الله، الله اکبر. تمام شد. وقتی دستاتو بلند کردید با ادب تا اینجا بردید، میگی الله اکبر، رو سینه میذارید، نگاه به سجدت بدون حرکت.